بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی حبیبنا رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. میشنویم که پارسایان همیشه در سعادتند، پارسایان غم دنیا رو ندارند، پارسایان راحت و خوشبختند، کم دارند اما قناعت دارند، کم دارند اما لذت میبرند از این دنیا. چرا؟ چون که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم این دنیا رو چنین معرفی میکنه: ان الدنیا دار من لا دار له. دنیا خونه اون کسیه که خونه نداره. دنیای فانی خونه اون بدبختیه که خونه آخرتش رو از دست داده. و مال من لا مال له. ثروت و مال و اندوخته اون کسی است، اون بدبختی است که در آخرت هیچ مال و ثروتی نداره. کسی که دنیا شد ثروتش، آخرتش هیچی نداره. ولها یجمع من لا عقل له. اونی که دنیا جمع میکنه مال اندوزی میکنه، دنیا پرستی میکنه، اون کسیه که عقل نداره. احمق این کار رو میکنه، اما آدم عاقل نه، چشمش به آخرته. و علیها یعادی من لا علم له. جاهلای نادان ابله روی دنیا با هم دعوا میکنن: این زمین از منه، مال منه، با هم درگیر میشن، دیگر رو میکشن، بلای سر هم میارن، دشمنی ها و علیها یحسد من لا فقه له. اونی که درک و شعور نداره رو دنیا حسادت میکنه: او فلانی اینو داره من ندارم، فلانی اینو، فلانی. حسادت. ولها یسعى من لا یقین له. اونی که به آخرت ایمان داره، یقین داره، دنبال دنیا خودش رو ضایع نمیکنه. دنیا رو میگه که این دنیا راهیست برای آخرت، این دنیا مزرعه آخرته، در اینجا من باید سعی و تلاش کنم تا آخرت رو به دست بیارم. پس از جمله فایده های پارسایی در دنیا رهایی دل و جان و راحتی دل و جان هست و رهاییشون از غم و اندوه و مشکلات. دل جانی که به هر حال از دنیا کنده باشن، مشکلات همه چیز براشون مهم. خیلی از مشکلاتمون که داریم از چی هست؟ از همین حرص زدن برای دنیا، جمع کردن دنیا، چشم خالی بودن، قناعت نداشتن. بیماری های دل، بیماری های جسم، فشار خون، سکته قلبی، فلان. دلار رفت پایین، بف، این سکته میکنه. دلار رفت بالا، اون دیگه سکته میکنه. بابا رفت پایین و بالا یعنی این دنیا رو برای چی خداوند بهتون داده؟ که ازش استفاده کنی، نه اینکه زراندوزی کنی. و یادت باشه که از دنیا، پارسایی در دنیا، محبت خداوند و مردم رو برات ارمغان میاره. ازهد فی الدنیا یحبک الله. در دنیا پارسا باش، خداوند تو رو دوست داشته باشه. ازهد فی ما بین یدی الناس حتی یحبک الناس. از اون چیزی که تو دست مردم، چشم خالی نباشی، چشت به دست مردم نباشه، از اون بی اعتنا باشی، قناعت داشته باشی، پارسا باشی، مردم تو رو دوست دارن. و پارسایی کلید همه خوبی هاست. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. اونایی که در راه ما تلاش میکنن، جهاد میکنن، همه راه ها رو ما به اونها یاد میدیم. سعادت خانه زندگی، به اصطلاح سعادت سیمای زندگی اونها خواهد بود. اما اونایی که به دنیا دل بسته‌اند: ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها. اونهایی که اصلا در فکر اینی که بیان پیش ما بهشت برند، خدا رو ملاقات کنن نیستند. رضایت، خوشنود شدن به همین زندگی دنیا، خودشون رو چسبوندن به همین زندگی، مطمئنن که همین زندگی است. والذین هم عن آیاتنا غافلون. این بیچاره‌ها از نشانه های ما غافلند، خبر ندارند. اولئک مأواهم النار بما كانوا یکسبون. اونها نهایتشون جهنمه به سبب اون چیزایی که خودشون با دست خودشون کسب کردن. پس جهنم رو آدما به دست خودشون میارند، خودشون رو میندازن تو جهنم. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودن: همه امتی های من میرن بهشت مگر اونایی که خودشون نخوان. گفتن یا رسول الله و هر کسی هست که نخواد بره بهشت؟ فرمودن بله، اونایی که خودشون نمیخوان. اونایی که خودشون نمیخوان. من اطاعنی فقد دخل الجنه و من عصانی فقد ابا. کسی که اطاعت کرد از من و پیروی کرد از من داخل بهشت شد. کسی که سرپیچی کرد یعنی اینی که خودش نمیخواد بره بهشت، بره به جهنم.
جاش جهنمه، خودش انتخاب کرده.